محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیستان پراودا در یکی از گرانترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد. برعکس سالهای گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبت آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد هم، اما پرابلم عملی شدن این قانون‌ها است. تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بالا رفته از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بهاگذاری راضی نیستند. از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ می‌زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان 10 زینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان، در جمهوری، برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بالا رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت‌ها پایان رفتن، حساب همونها ما همین خیلی شد که سطح ما بالاتر شد نسبت به آنها. نمایندگان مقامات به این نشست آمدند، اما تا آخر نایستادند تا به این نگرانی ها پاسخ بدهند. مجیبه جوهری وکیل مجلس نمایندگان تنها گفت همه زمینه‌های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه‌ها در کشور فراهم است. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه‌ها در کشور غیر دولتی اند. در این نشست وضع آزادی بیان در کشورهای منطقه هم بحث شد. یک شرکت کننده از قزاقستان مشکلات را گفت که به گفته روزنامه‌نگاران در تاجیکستان هم دیده می شود. дуюм масъалаи муҳиме ки мехостам қайд кунам бозтоби ҷанги Украина дар Қазоқистон аст. ин масъала ҳам як бохти мо аст. якум бохти мо инъикоси ҳодисаҳои моҳи январӣ буд ки он маврид дастрасӣ ба маълумот надоштем. мардуми Қазоқистон маълумоти дуруст ва бетарафона дар бораи ин ҷанг намегиранд. бештари сокинон аз ин ҷанг тавассути шабакаҳои русӣ иттилоъ мегиранд ва табиист ки хулосаи онҳо аз он чӣ хоҳад буд. дар ин ҷо пеш аз ҳама албатта воситаҳои ахбори оммаи мо гунаҳгоранд, зеро онҳо рақобатпазир нестанд. سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید می‌کنند. مقامات برعکس باور دارند که ده‌ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست، ولی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.